دادگاه شهر وحدت کارمند ناظرات انداز این شهر عبدالمنصور رحمانیان را بر اساس ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان در رعایت نکردن ترتیب و مهلت بررسی مراجعت شهروندان گناهکار شناخته به اندازه 30 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1920 سامانی به فایده دولت جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 17 آگوست سال 2020 در شرح این پرونده گفت عبدالمنصور رحمانیان در مورد بررسی 25 مراجعت شهروندان فارغ بالی ظاهر کرده است. گفته می شود رحمانیان عبدالمنصور امیرزاد در اساس فرمان رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 نوامبر سال 2020 تحت رقم 1077 به حیث متخصص گروه خدمت رسانی به صاحبکاران انفرادی شعبه خدمت رسانی به انداز سپارندگان نوزرات انداز در شهر وحدت تعیین گردیده تا این جانب فعالیت کرده به ویرانکنی قانونگذاری عاید مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی دست زده است. چنانچه در دوره فعالیت کاریش از طرف سردار ناظرات انداز در شهر وحدت به رحمانیان زیاده از 25 مراجعت شهروندان برای بررسی واگذار کرده شده است، اما نام برده هنگام بررسی مراجعت‌ها طلبات‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را صرف نظر کرده با مراجعت صاحبکاران انفرادی کریموف عبدالرحمن که اون در استحصالاتش قرار داشته به سبب عذرناک مهلت بررسی مراجعت مذکور را دغلانه ویران نموده تا این جانب فعالیت صاحبکاریش را قطع نکرده به مؤلف عریضه جواب خطی ارسال نکرده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی این نهاد میگوید طبق طلبات ماده 17 قسم 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی مقامات بررسی کننده مراجعت عهده دارند که بررسی واقع بینانه، خالصانه، بی‌غرضانه و سر وقتی مراجعت ها را تامین نموده از روی ماهیت مسئله های در مراجعت گذاشته شده به شخصان واقعی و حقوقی پاسخ خطی دهند. پروکورور شهر وحدت به این دلیل نسبت بر رحمانیان با ماده 87 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده به سود ارسال نموده است. با قرار دادگاه شهر وحدت رحمانیان بر اساس ماده 87 گناهکار دانسته شده نسبتش جزا در نمود جریمه به اندازه 30 نشان دهنده برای حسابها برابر به 1920 سامانی به فایده دولت تعیین کرده شده است.